خب دیگه من فکر کنم سران نظام مقدس دیگه روش حل مشکلات کلان اقتصادی رو پیدا کردن. همچی روش زیاد پیچیده‌ای نیست، فقط خیلی خاص و منحصر به فرده. اینجوریه که تا همین چند ماه پیش سکه 1 میلیون بود، بعد ظرف 2-3 ماه یهو رسید به 4 میلیون. سران نظام مقدس هم 1 نفر رو بهش لقب سلطان سکه دادن، همه چی رو انداختن تقصیرش، فوری فوتی هم بردن اعدامش کردن و اینگونه بود که دیگه مشکلات اقتصادی کشور در حوزه سکه و طلا حل شد، رفت پی کارش. این روش که اسمش هست اعدام سلطان ها جدیداً کشف شده. البته جا داره که در حوزه‌های دیگه اقتصادی هم این روش آزمون و خطا بشه، بلکه اینجوری همه مشکلات اقتصادی حل شد، رفت پی کارش. مثلا با همین روش باید سراغ لبنیات رفت. مثلا ما چند هفته پیش قیمت شیر پاکتی رو 3000 تومان داشتیم، ولی امروز قیمتش شده 4750 تومان. خب ما طبق روش اعدام سلطان باید بریم یکی از این گاوداری های اطراف تهران یه گاو ماده چاق و چله رو پیدا کنیم، بهش لقب سلطان شیر پاکتی بدیم، میاریمش دادگاه، محاکمش میکنیم، تو همه شبکه‌های خبری هم پخش میکنیم، بعد میبریم تو همون گاوداری اعدامش میکنیم. اینجوری بقیه گاوها حساب کار دستشون میاد. حتی ممکنه که بعد از دیدن این صحنه گاوهای نر هم دیگه شیر بدن که خب اینجوری بازار شیرپاکتی به حالت عادی برمیگرده. حالا شاید قیمت شیر دوباره پایین نیاد، ولی خب بالاتر هم دیگه نمیره. یا مثلا چند هفته پیش ما می‌خواستیم یه میز ناهارخوری چوبی بگیریم، ولی اون موقع پولشو نداشتیم. دیروز رفتیم همونو بخریم، دیدیم قیمتش 2 برابر شده، فلزا همچنان پولشو نداریم، نمیخریم. دیگه چوب که این حرفا رو نداره، به دلار و تحریم و این چیزا هم که ربطی نداره. بنابراین طبق همون روشی که عرض کردم ما باید الان بریم بگردیم سلطان چوب پیدا کنیم. سلطان چوب مثلا پدر ژپتو بود تو اون کارتون پینوکیو که نجاری میکرد. الان باید بریم اونو دستگیرش کنیم، بهش لقب سلطان چوب بدیم، فوراً محاکمش کنیم، اعدامش کنیم تا دیگه اینطوری حساب کار دست بقیه هم بیاد. پلنگ صورتی و ملوان زبل و سرندیپیتی و سفید برفی و عمو برقی اینا هم هستن. آره، که یه وقت هوس نکنن فساد فل ارز بکنن. البته این گرونی‌ها فقط به کالاهای اساسی ما مردم ختم نمیشه، با کالاهای اساسی خود آخوندا هم گرون شده. عمامه 2 برابر شده، قیمت گیوه و عبا و نعلین و اینا هم همه 1.5 برابر شده. حالا اینا به کنار، ما آمار گرفتیم دستمزد روزخونی و مداحی و سخنرانی مسجد و اینا هم یهویی خیلی رفته بالا. اینم باید سلطانشو پیدا کرد. باید بریم سراغ سلطان عمامه ها. خب ببینم سلطان عمامه ها کیه؟ ها؟ کی؟ نشنیدم. کی؟ رهبر حقیر؟ جسم ناقص؟